خب در خدمت آقای دکتر علیرضا زاکانی 51 ساله هستیم و لطف کردن به دستخط اومدن. سلام، خیلی خوش اومدین آقای دکتر. با سلام به مقام عظمای ولایت ناقض البرجامه و امام المفسدین فی عمل المختلسین در خدمتتون هستیم. آقای دکتر زاکانی، ما نگاه که میکنیم تو مسئولیت‌های مختلفتون، فکر کنم مردم هم بیشتر این تو ذهنشون باشه، شاید یکی از مهمترین مسئولیت هاتون ریاست کمیسیون ویژه برجام هست. بعضی‌ها حالا شاید هم اصلا این اظهار نظرشون بیرون حتما اومده دیگه، میگفتن یا اومده بیرون که اصلا این در مورد برجام تصمیم گیری اصلی شد اونجایی که باید بشه شد. این کمیسیون ویژه مجلس هم اینجوری بود که مثلا بگن حالا مجلس هم بدون نقش نبوده، برای این تشکیل شده و خیلی آقایون نباید حالا مثلا واقعا چنین نظری نه خیر، این کاملا اشتباهه. مجلس رأس اموره و در ابتدا هم نقش بسیار بسیار پررنگی داشت، نقش شلغم که خیلی هم مقوی برای دردهای سینه و خب اگه با نمک هم بخورید که خب خیلی میچسبه. اگه حالا میبینین که مقداری دم در آوردن، دیگه از دم بریده مقام عظماست. تصمیم گیری نهایی سر برجام که خب در اون اندازه نبود که مجلس بخواد ورود کنه، یه کار ساده ای بود که مقام عظما خودش از خجالتش در اومد. دیگه حالا کارهای سختش مثل درست کردن جوک و کاریکاتور و شعر و عربده کشیش به مجلس محول شد. بله ما هم داریم همین کارو میکنیم، ما هم داریم وظیفه قانونی خودمون رو انجام میدیم. مثلا لازم هم نیست شما بگید، اصلا یه کار جدیه. خود مقام عظما هم گفتن ما داریم وظیفه قانونی خودمون رو انجام میدیم. ما نماینده های مجلس با هم دیگه اصلا با اون برادرای قاچاقچی معامله میکنیم. کار خیلی سختیه، خیلی. یکی تو کار پسته است، یکی تریکوه، یکی بساز بفروشه، برج میسازیم. اصلا ما برای کمک پولای کثیفو میشوریم. و الحمدلله هم خب یه آب‌باریکه‌ای هست که به نام ملت و به کام مسئولین به صورت کاملا قانونی در جریانه. حالا این قانون یه سری تبصره‌ها هم داره، مثلا خوابیدن تو مجلس، سلفی گرفتن که با جد و جهد مسئولین در جریانه. الان خب با اومدن ترامپ فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفته؟ حالا فکر کنم با اومدن ایشون دیگه کمیسیون برجام از حیز انتفاع ساقط بشه. ما هم میریم به جای برجام یه بر دیگه ای پیدا میکنیم، حالا برای شام، برای نهار، برای پارتی. یعنی میخوام بگم از صدقه سر جمهوری اسلامی ما دوکون مکون زیاد داریم. خورده کاری هم بلدیم، دکل میدوزیم، نشد برج میسازیم، خلاصه نون بازومونو میخوریم. حاج خانم هم هستن خب کمک کارن. و شرط خاصی نذاشتید شما یا حاج خانم؟ چرا، اتفاقا شرایط ایشون هم مثل شرایط ولی فقیه میمونه. التزام عملی و قلبی که سر جاشه، به علاوه 3 تا شرط مهم. 3 تا شرط که اولیش پول زیاد بود، دومیش پول زیادتر، سومیش هم که اصلا مهم نیست چون هر چی باشه با پول حل میشه. خلاصه وام‌های قرض الپسنده هست که مسئولین استفاده میکنن. بعد بخواستیم برای ریاست جمهوری بیان همشون موافق بودن 92؟ والا در زمینه ریاست جمهوری تنها چیزی که مهم نیست نظر همه است. مقام عظما لب تر کنه همه تر میشن. بعد منم تعجب میکنم که تو اینقدر بهبو گلابی نبودی، خیلی پرت میزنی، نمیدونم چرا. والا آخرین باری که مناطق محروم رفتیم کی بود؟ والا جای شما خالی همین پریشب منزل آقا مجتبی محرومی پسر مقام عظما بودیم. همین پذیرایی خونه اینا به نظر من محروم ترین نقطه ایرانه. شما نمیدونین 4 تا لوستر آویزون کردن، طلایی، ساده، اصلا اشک آدم در میاد. آدم اصلا تحمل نمیتونه بکنه. شیرهای دستشویشون طلایی. آخه کی این کارو میکنه؟ شیر دستشویی طلایی، جاهلیه، یه رنگ طلایی، محروم، بی بضاعت. اصلا آدم واقعا اشکش در میاد. بعد این دستمال کاغذی هست، این رولیا همش اسکناس، انقدر ساده، محروم، بی بضاعت. هر کدوم از این بچه‌ها 4 تا 5 تا ماشین. آخه چه ظلمیه آخه در حق اینا سال به سال رنگ پولو نمیبینن. همه تو بانکای سوئیس، تو بانکای خارجه. واقعا محرومیت، بی بضاعتید. بعد از 37 سال چرا آقای دکتر؟ تو هم آدم زبون نفهمی هستی ها. خب طول میکشه دیگه که بتونی همچین کاخی رو بسازی. بابا طرف از روزه خونی از تو جوب پا شده اومده شده بزرگترین امپراتوری مالی منطقه. کمه مگه؟ حالا اگه واقعا شما فکر میکنی صحنه‌هاش مناسب نیست، خب صحنه‌هاشو بزن بره جلو یا بده صدا و سیما سانسورش کنن. چند تا الان ما مسئول
چون آدم سریع هستین اسمم که نمیخوایم ببریم، چند تا مسئول میلیاردی داریم که واقعا حالا بعضی خودشون از قبل خوب بود و بعدش هم اومدن توی انقلاب بعضیشون خوبتر شده و چند تا آدمای یعنی مسئول میلیاردی اینجوری داریم که واقعا پولاشون یا اونایی که به اینجا رسیدن از راهی رسیدن که حالا قابل تأمله. اصلا اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. درباره مسئولین خواهشاً حاشیه نسازید. این مسئولین همه فرزندای امام و انقلابن. بابا اینا همه یه مش گریگوری بودن که به یمن وجود امام و مقام عظما مسیر ترقی و تعالی رو طی کردن و به کمالات میلیاردی امروز رسیدن. اینطور نبوده که بعضشون خوب بوده الان بهتر شده. نه، همه گدا گودول الان شدن میلیاردی. الان مجلس دهم بالاخره اصولگراست یا اصلاح طلبه به نظر شما؟ اصول طلب، اصلاحگرا و سگ صاحبشو نمیشناسه. همه قر و قاطی لنگ، یکی تو صورت اون، یکی دست اون، یکی دهن اون، یکی. با تو همین مجلس رفیق من داشت یه اصلاح طلبو میزد، بد میزد. داد زدم گفتم به خاطر من نزنش. گفت لال بابا میام چنان میزنن تو رو هم که صدا بز بدی ها. اونجا بود که از موقعیت و جایگاه خودم در بین اصولگراها حذف کردم که یعنی میان صدای بز بدم من. یه همچین. آقای دکتر توکلی میگه سیستمی شد. غلط کردن آقای توکلی با 7 جد آبادشون. هی سیستم. این بابا خودش جک اسپروه، دزد دریاییه. خونش من رفتم که درندش از این سرش میخوای بری اون سرش، حکم مسافر رو پیدا میکنی، نمازتو باید شکسته بخونی، بعد این به ما میگه سیستم و جمع خودتو. من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر زاکانی، ازشون ممنونم. با شما عزیزانم خداحافظی میکنم. آخر برنامه ما در واقع با دستخط مهمانمون تموم میشه. دستخط بنده از وقتی خبر وارزی‌های میلیاردی آیت الله صادق لاریجانی رو شنیدم دوچار خدافتاب دزدپنداری هات شدم. خدافتاب دزدپنداری هات. البته با توجه به موفقیت‌های مسئولین، پیشنهاد من به مقام عظما برای نامگذاری سال آینده اینه که بگن کار خرکی، تولید علکی، درآمد پفکی، جمعیت زورکی. این هم از این برنامه کشکش.